خدایا آغوشت را امشب به من می دهی، برای گفتن چیزی ندارم. می شود من بغض کنم تو بگویی مگر خدایت نباشد که این گونه بغض کنی و من آهسته گریه کنم. می شود من بگویم خدایا تو بگویی جان دلم. می شود بیایی تمنا می کنم، گله از که از چه نمی دانم. مهم نیست که با چه طوفانی روبرو هستید، فقط بدانید که خدا شما را دوست دارد و شما را رها نکرده است. فقط کافی است به او اعتماد کنید. جمله زیبایی از فرانکلین گراهام.